بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پیش روی ما روزهایی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را از بهترین ایام دنیا نامیده است. 10 روز اول ذوالحجه فرصتی است طلایی برای عمل صالح، برای نزدیک شدن به الله، برای کسب رضای او و به ویژه با نزدیک شدن به عید قربان. در حدیث صحیح بخاری آمده است هیچ روز نیست که عمل نیک در آن نزد خدا محبوب تر باشد مگر این روزها، 10 روز ذوالحجه. و الله متعال در سوره فجر می فرماید والفجر و لیال عشر، قسم به فجر و 10 شب، که اکثر مفسران آن را دهه اول ذوالحجه دانستند. پس اگر این دهه این همه فضیلت دارد، کدام اعمال نیک در این روزها فضیلت دارد؟ و نماز و روزه همیشه جایگاه خاص خود را دارد. روزه در این روزها ثواب عظیم دارد و به خصوص روزه در روز عرفه 9 ذوالحجه باعث آمرزش گناهان سال قبل و بعد آن می شود. سندی از صحیح مسلم و صحیح بخاری: تکبیر، تحلیل، تحمید را زیاد بگو. الله اکبر، لا اله الا الله، الحمدلله. بخصوص از شب اول ذوالحجه تا ایام تشریق 11 تا 13 بسیار سفارش شده است. و قرائت قرآن و دعا کردن که دعا قلب را به الله نزدیک تر می کند. در این روزها قلب را با قرآن و زبان را با دعا زنده نگه داریم. و همچنین قربانی دادن. قربانی از سنت های مؤکد است. اگر تواناییش را داری ترک نکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که توانایی قربانی دارد و نمی دهد به مانند ما نزدیک نشود. حدیث ابن ماجه. و پرهیز از گناهان. همان طوری که اعمال نیک ثوابش چند برابر است، گناهان هم در این ایام سنگین تر است. پس مراقب زبان، نگاه، رفتار و نیت خود باش و در این روزهای خاص دل را از کینه پاک کنیم. به نیازمندان کمک کنیم تا آنها نیز عید را احساس کنند. با خانواده مهربان باشیم و سنت‌های عید را زنده نگه داریم. پس بدان ای خواهرم، این روزها فرصتی است برای پاکسازی دل، نزدیک شدن به الله، آماده سازی برای عید قربان. از لحظه ها استفاده کن، زیرا شاید این آخرین ذوالحجه زندگیت باشد. پس برخیز، بخوان، بگو، ببخش و قربانی کن تا در روز قیامت عید واقعی باشد برایت. السلام علیکم و رحمت الله.